قبل از اینکه بهتون توضیح بدم لطفا ویدیو رو لایک کنید. لرزیدن بدن حین ادرار کردن در واقع چند تا علت داره. اولیش اینه که ادرار دمای پایینتری از بدن داره و وقتی از بدن خارج میشه باعث کاهش ناگهانی دمای داخلی بدن میشه و بدن برای جبران این کاهش دما یه لرزش خودکار نشون میده تا گرما تولید بکنه، مثل لرزیدن حین سرما. دومیش اینه که ادرار کردن با تحریک دستگاه عصبی پاراسمپاتیک انجام میشه که بعد از تخلیه مثانه بدن یهو سیستم پاراسمپاتیک رو فعال میکنه. سومیش اینه که موقع نگه داشتن ادرار عضلات کف لگن و شکم توی تنش هستن و وقتی تخلیه کامل انجام میشه یه جور رهایی عضلانی رخ میده و بدن میلرزه. چهارمیش اینه که تخلیه مثانه باعث ترشح هورمون دوپامین میشه که یه حس لذت بخش همراه با لرزش به طرف مقابل القا میکنه. اینو بفرست واسه دوستات تا یاد بگیرن. تو پیجم همه چی رو بهت توضیح میدم، پس فالوم داشته باش تا از ویدیوهای جدیدم جا نمونی.